خب بچه‌ها همتون همونجوری که میدونید من فن رضا پیشرو، مثلا لوگوی کانالم رضا پیشرو، شما مثلا نمیدونید من چقدر رضا پیشرو نیستم. امروز اومدیم برای همین بهترین میم های رضا پیشرو رو براتون آماده بکنیم. فقط قبل اینکه شروع بکنیم من بگم 5 ثانیه 10 ثانیه وسط هر میم یا 2-3 ثانیه وسط هر میم من میام صحبت میکنم که یوتیوب نیاد بگه محتوا برای خودت نیست، کانتنت نمیدونم فلان بیستاره، بدون ما داریم زحمت میکشیم و دلیل موتور که کپی رایت نزنه. اوکی، لایک و کامنت فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. بچه یه چیز دیگه هم که بگم، همه میما رو خودم نساختم و بعضی میما رو از جای دیگه پیدا کردم که میمای خیلی حقی هم هستن. 15 تا میم براتون آماده کردم، یکی بهتر. بریم سراغ. 70 روزه که من از تو خبر ندارم. از بیداری داره مغزم منفجر میشه، همش با این پروژه کس و شعرم گایده شدم. آخه اصلا این اصلا شنبه اصلا پیری شده، هر دقیقه من باید این داستان رو کنترل کنم، نمیتونم. هواداری یا کی؟ تو دشمنی بیناموسی نیست. چرا؟ عرق میخورن، هی دارن عرق میخورن. کست ننشون، کست ننشون. چرا؟ چون اینا مشکل داری بیناموس، ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده. تو هواداری یا کی؟ تو دشمنی بیناموسی. مشکل داری بیناموس، ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده. گو میخوری فش میدی، گو میخوری بی احترامی میکنی، من اعصابم به هم میریزه. بچه ما واقعا داریم اینجا زحمت میکشیم، شما نمیدونی چه بلای ما سر ما اومده، پس سابسکرایب کن. واسه ارباب کیه؟ همونو گاییدم. من اینجام وسط احسار و هر بار تو دعوا گفتم به بابا. خب بچه ما منتظرم کپی رایت بپره. بریم میبردی هنوز کپی رایت نپریده، یکم صبر میکنیم میبردی. اعتقادی نرم به خدا تو مادرم، واسه من پروردگاره. تو هواداری یا کی؟ تو دشمنی بیناموسی. مشکل داری، ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده. گو میخوری فش میدی، گو میخوری بی احترامی میکنی، من اعصابم به هم میریزه. بچه مجبورم این چند ثانیه رو بگیرم و وگرنه یوتیوب میاد میگه که بعضی کانال مانیتور شد، میاد میگه که محتوا مال خودت نبوده، به پول نمیدیم. اوکی، ادامه ویدیو. تو هواداری یا کی؟ تو دشمنی بیناموسی. کست ننشون. چرا؟ چون اینا مشکل داری بیناموس، ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده. گو میخوری فش میدی، گو میخوری بی احترامی میکنی، من اعصابم به هم میریزه. بچه میم بعدی و من شبش به عنوان شورت ویدیو یوتیوب گذاشتم، گفتم حالا اینجا هم بذارم میم جالبی از رضا پیشرو. بریم ببینیم. ژنه فاکین شهرنو سالیب عزیز فاکین شهرنو شیر با بی ناموس شیر با فاکین شهر رامی رضاییان ای داد بیداد هی 100 دفعه گفتم نرو دنبال. بچه یک کپی رایت داشت ولی من وسطش میام با زر میزنم برای اینکه وقت شما رو میگیرم. ادامه ویدیو. از بیداری داره مغزم منفجر میشه، همش با این پروژه کس و شعرم گایده شدم. آخه اصلا این اصلا شنبه اصلا پیری شده، هر دقیقه من باید این داستان رو کنترل کنم، نمیتونم. من یه نفر اینجا نشستم زندگیمو اداره بکنم، هنر کردم، رفیقم اونجا 3 هفته است مغزشو گاییدین، مغز ما رو گاییدین. تمام اون تنشا رو مغز منم هست، بعد بیان اینجا فوش خار مادر بگم فلان شده. گو میخوری فوش میدی، گو میخوری داری دشمنی رو میندازی. تو هواداری یا کی؟ تو دشمنی بیناموسی. کست ننشون. چرا؟ چون اینا مشکل داری بیناموس، ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده. گو میخوری فش میدی، گو میخوری بی احترامی میکنی، من اعصابم به هم میریزه. منطقی. ادامه ویدیو. تو هواداری یا کی؟ تو دشمنی بیناموسی. نیست. چرا؟ چون من دارم اینجا کامنت ها رو خونم، هی اینا دارن مینویسن، بازم اینجا دارم بی احترامیشون میکنم، میگن اینا طرفدارای تو نیستن. چرا؟ چون اینا مشکل داری بیناموس، ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده. گو میخوری فش میدی، گو میخوری بی احترامی میکنی. چه جالب. سابسکرایب کن اهل دل. ادامه ویدیو.
تو هواداری یا کی؟ تو دشمنی بیناموسی. کست ننشون کست ننشون. چرا؟ چون اینا مشکل داری بیناموس. ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده. گو میخوری فش میدی، گو میخوری بی احترامی میکنی. آقا یه $200,000 معذرت. ادامه ویدیو. تو هواداری یا کی؟ تو دشمنی بیناموسی. واقعا من فاز این یارو رو درک نمیکنم. مثل اینکه با لباس بارسلونا بری سانتیاگو برنابو طرفداری رئال مادرید رو بکنی. مشکل داری بیناموس. ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده. گو میخوری فش میدی، گو میخوری بی احترامی میکنی. من اعصابم به هم میریزه. این میمو من به شخص بهترین میمی که از روز پیش رو تا دیدم قبول دارم. بریم با هم ببینیمش. مشکل داری بیناموس. ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده. گو میخوری فش میدی، گو میخوری بی احترامی میکنی. من اعصابم به هم میریزه. اگه نفهمیدی چی شد، این واکنش فضایی به وقتی که مدگل همه چیزو داره رو میکنه. من چی دارم بهتون بگم؟ من اصلا چیزی برای دست دادن ندارم. من چیزی واسه دست دادن ندارم. زیاد رو مخ من راه نرید. واقعا این میمه خیلی دارک اصلا. اینقدر که این میمه دارک رای به واقعیت تبدیل بشه اصلا نمیدونم. ادامه ویدیو. از بیداری داره مغزم منفجر میشه. همش با این پروژه کس و شعرم گایده شدم. اصلا یه از رو اصلا کیری شده. هر دقیقه من باید این داستان رو کنترل کنم. نمیتونم. من یه نفر اینجا نشستم زندگیمو اداره بکنم، هنر کردم. بعد بیام اینجا فوش خار مادر بگم فلان فلان شده. گو میخوری فوش میدی، گو میخوری داری دشمنی رو میندازی. تو هواداری یا کی؟ تو دشمنی بیناموسی. مشکل داری بیناموس. ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده. گو میخوری فش میدی، گو میخوری بی احترامی میکنی. من اعصابم به هم میریزه. بچه‌ها این آخری شوخی بود و اینکه قرار بود 15 تا میم باشه. 14 تا میم شد. 15 امی رو به دلایلی حالا نذاشتم و اینکه اگه دوست دارین پارت بعدی اینو بسازم داخل کامنت یه قلب نارنجی بذارین و اگه دوست دارین این همین هم برای 0 خلصه بذارین. یه قلب کرمی که البته نداریم، یه قلب سفید داخل کامنت بذارین برای اون لباس کرمیش سفیدش حالا هرچی. الان ویدیو باید 8 دقیقه بشه. من دارم زیر اضافه میذارم فقط برای اینکه ویدیو 8 دقیقه بشه. و اینکه من ویدیو براش خیلی دارم زحمت میکشم، برام یه نصف روز تقریبا وقت گذاشتم. پس لایک و کام و ساب این ویدیو فراموش نشه. تا روز دیگر بدرود.